تو این آموزش میخوایم با هم ببینیم چجوری میشه تصاویر پهپاد رو مقداری که ازش لازم داریم و اصطلاحاً کلیپ کنیم یا برش بدیم و وارد حالا محیط سیویل 3D کنیم یا تو خود آرکجیس استفاده کنیم. یکی از مسائلی که همیشه وجود داره اینه که ما دیتای پهپاد تصویر ارتوگونالی که داریم به این صورت شاید ما همه دیتا رو در آن موقع نخواهیم استفاده کنیم و معمولا چون پروژه‌ای که پهپادی استفاده میشه وسیع هستن و بزرگ هستن، معمولا فایل خروجیشون هم فایل سنگینی خواهد بود. حالا قبلا در مورد فرمت ECW اینو صحبت کرده بودیم، ولی به هر حال ما شاید همیشه نخواهیم از کل دیتا آن واحد استفاده بکنیم و نیاز داشته باشیم که یه بخشی ازش ببریم و اون تیکه برده شده رو وارد کارو کنیم. مثلا من الان تو این پروژه این محدوده بردری که اینجا شما می‌بینین رو می‌خوام تصویرش رو وارد سیویل بکنم، چون فایل‌های سیویل ما معمولا تو پروژه‌های بزرگ و صنعتی خودش فی نفسه خیلی سنگین میشه و با توجه به ذات سیویل هم که کلا این مقدار کند عمل میکنه رو فایل‌های سنگین، ما هر چقدر بتونیم که کارمون رو سبک‌تر بکنیم خب طبیعتاً بهتر خواهد. روال کار چیه؟ من محدوده مورد نظرم رو تو سیویل ترسیم کردم با رکتنگل. میخوام از این خروجی شیپ فایل بگیرم به صورت پلیگونی. این نکتهش اینه که خروجی پلیگون بعد بگیریم. به چه صورت بعد این کار رو انجام بدیم؟ سیستم مختصاتمون رو اول تو سیویل تعریف کردیم. دستور مپ اکسپورت رو وارد میکنم. توی صفحه‌ای که ظاهر میشه یه فضای سیوی رو اینجا تخصیص میدم. میام مثلا توی یه قسمتی از کار اینو سیوش میکنیم، مثلا اسمشو میذارم بوردر. تو این آدرس سیوش کردی، اینجا رو حالت پلیگون قرار میدم به صورت سلکت منوالی. این بوردری که کشیدم رو انتخاب و اینتر میکنم. حتما میام روی گزینه آپشن و این تیکه تبدیل پلیلاین کلوز به پلیگون رو میزنم، یعنی ما یه کلوز پلیلاین داریم اینو برای ما پلیگونش کنه حتما، چون ما گفتم پلیگون میخوایم. اینو اوکی میکنیم. خب ما الان یه خروجی به صورت شیپ فایل از اون محدوده‌ای که مد نظرمون داریم. میایم رو محیط آرک جی آی اس، اون پلیگونی که ساخته شده اد میکنیم. خب قطعا تو جی آی اس هم شما باید سیستم مختصات رو تعریف کرده باشین که ما قبلا در خصوصش صحبت کردیم که چجوری سیستم مختصات توی جی آی اس تعریف میشه. میام روی لیر اد دیتا میکنم مجددا، میام تو محیطی که سیو شده بود فایلمون و این بوردری که به صورت شیپ فایل ساخته شد رو من اد میکنم. ببین الان یه همچین چیزی رو ما برامون خروجی گرفته سیویل 3D که شما میتونین بیاین روی این بوردر کلیک کنین، بگین مثلا فیل کالرش رو روی حالت بدون رنگ بذاره و بوردرتون رو مثلا قرمز کنه که شما داخل محدوده رو ببینید. شما این فضا رو میخوایم الان خروجی بگیریم. خب میام روی گزینه ویندو سرچ، اینجا این حالت اکسترکت بای ماسک رو شما بنویسین و سرچش کنید. وقتی سرچ رو میکنین دستورایی که مرتبط باشه میاد. من گزینه هم اکسترکت بای ماسک رو انتخاب میکنم. چیزایی که من میخواد خیلی واضحه دیگه، میگه ایمپورت رستر، من عکسمو میدم که در واقع تصویری که الان شما دارین بک‌گراند میبینین و اینجا ماسک دیتا رو میخواد، یعنی همون پلیگونی که ما الان وارد کردیم. یه محل سیوی اینجا از ما میپرسه که شما حالا میتونید رو همین پیش‌فرضش بذارین بمونه و اوکی میکنیم. با توجه به کیفیت عکس و حجم عکس و اون فایل اصلی که شما دارین، این یه زمانی رو میگیره تا این خروجی اکسترکت رو انجام بده. شاید مثلا چند دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه طول بکشه یا کمتر یا بیشتر، با توجه به فایل شما این کاملا و حالا توانایی سیستمتون این متغیر خواهد بود. من منتظر میشم این خروجی که گرفته شد براتون نشون میدم. خب همونطور که مشاهده میکنین مطابق اون مرزی که ما تعریف کرده بودیم تصویر کلیپ شده، خودش اینجا قرار گرفته و شما حالا خیلی ساده میتونین این تصویر رو ازش خروجی تیف یا حالا هر فرمتی که دوست داشتین بگیرین. کافیه که روش راست کلیک کنین، بیاین گزینه دیتا، اکسپورت دیتا، اینجا شما نامو میدین. توی این قسمت میتونین فرمت فایلتون رو تعریف کنین که حالا تیف یا هر چیز دیگه‌ای میتونه باشه و نهایتاً در محلی که مورد نظر هست سیوش کنین. و نهایتاً توی سیویل با استفاده از دستور مپ های اینزرت بیاین تصویرتون رو وارد کنین. یه نکته که پیش میاد اینه که حالا من یه عکسی رو وارد میکنم، عکس اصلی رو اینجا وارد میکنم. شاید دوستان بگن که خب ما به جای که بیایم اینو توی سیویل ببریم، توی جی آی اس ببریم، توی خود سیویل میتونیم کلیپش بکنیم. یه نکته وجود داره. ببینید مثلا اینجا گزینه create clipping boundary هست که شما میتونید به یه محدوده رو ترسیم بکنید همین رو برات نگه داره. مثلا من الان اینو انجام بدم حالا شماتیک، حالا من خیلی کوچیک کشیدم،
میاد برای شما میبره. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که خیلی وقتا اصلا شما به راحتی نمیتونید تصویر رو وارد کنی. یعنی الان من اون قسمتی که می‌خواستم مثلا یه تیکه رو خودم گفتم انقدر برام ببره و بخواینم میتونین از این حالت خارجش بکنین. مسئله که هست اینه که حالا بعضی از دوستان توانایی سیستمشون که کمتره یا حالا کانفیگشون پایین‌تره یا اصلا عکس خیلی سنگینه، خود این عکس الان حدود تقریبا 1 گیگ فایله، تازه ECW هم هست، به راحتی وارد سیبیل نمیشه که اصلا بخوایم ما کلیپش کنیم یا فرآیند کلیپ کردن تو سیبیل شاید خیلی اذیت کننده باشه، مخصوصا میگم وقتی فایل‌ها سنگینه. بنابراین شما مواقعی که این اتفاق میفته میتونید به عکس رو توی محیط GIS کوچیک‌تر بکنید یا اصلا این گزینه در واقع ماسک و رستر کردن کلیپ کردن این رستر رو برای بعضا یه جایی موزاییک کردن هم به درد میخوره. مثلا شما من الان توی پروژه‌ای که مثلا هستیم بعضا میبینی شما 2 تا دیتای پهباد متنوع وجود داشته، مثلا یه جاشو از این بعد استفاده کنید یه قسمتشو از اون یکی استفاده کنید. اینا رو میتونیم در واقع از همین گزینه کلیپ کردن رو به هم در واقع موزاییک کردن استفاده بکنیم. پس ما تو GIS با استفاده از این دستور میتونیم تصاویرمون رو اندازه نیازی که داریم کوچیک بکنیم، خروجی بگیریم. توی خود سیبیل هم این اتفاق میتونه بیفته ولی به شرط اینکه تصویرها رو بتونیم راحت‌تر وارد، یعنی سبک وارد بکنیم. اگر بخواد کارمون رو سنگین بکنه فی نفسه خب اون کار رو توصیه نمی‌کنیم. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با دوستاتون به اشتراک بذارید، نظراتتون هم برام بنویسید.